سلام کوچولوهای قشنگ من. امروز میخوام یه قصه براتون بگم که برای شما کوچولوهای 2 ساله خوبه. قصه ما در مورد ترانه کوچولو هست. اسم من ترانه هست. من یک عروسک دارم. عروسک من خیلی زیباست. عروسک من یک اردک خوشحاله. اسم عروسکم تافی است. امروز من با تافی و پدر مادرم به گردش اومدیم. من و تافی میخوایم در این گردش به محیط زیست آسیبی نرسونیم. من و تافی به درختان آب دادیم. آب از قمقمه من بود. مادرم به من گفت کار من و تافی خیلی خوبه. پدرم هم منو بغل کرد. سپس به من و تافی گفت آفرین، شما در گردش حواستون به محیط زیست بود. من و تافی تصمیم گرفتیم که همیشه مراقب محیط زیست باشیم و بهش کمک کنیم.